شما هم شاید فکر بکنین که چطور بعضی اینستاگرام در صفحه اینستاگرام وقتی ما صفحه میزنیم، وقتی که میبینیم بعضی صفحات آنقدر در اول دوم سیم ویدیوی خود 10,000 15 یا 20 تا 1 لک بازدید در ویدیو اول دوم خود دیدم. اما شما شاید فکر کرده باشین که چرا ما یک اینستاگرام 4 سال یا 5 سال با او فعالیت دارم تا بالا 600 و 500 و 700 فالوور بالا نرفته. آیا دلیل زیر شما میفهمین چی است؟ بیاین که بگیم براتون. دوستان عزیز، کسایی که محتویات خوبتر، محتویات تو اگر در اینستاگرام تا 10 الی 15 ثانیه در اول دیده شود، محتویات رو به 10 نفر دیگه نشان میده. اگر 10 نفر دیگه هم 15 20 ثانیه تو رو ببینه، با 100 نفر دیگه نشان میده. با 100 نفر دیگه اگر 15 20 دقیقه ببینه، این به هزارها و 10,000 نفر نشان داده میشه. اینستاگرام چطور یکم تو فکر میکنم میگه که استاد اینستاگرام چطور خبر داره که مثلا من ویدیوهای گرافیکی را زیاد خوش دارم، برای من وقتی صفحه میذارم گرافیک تو صفحه میذارم، گرافیک صفحه میذارم، درباره گرافیک است. شما وقتی که اینستاگرام اول بار که ثبت میکنین، وقتی باز میکنین یک ورق براتون میاد، در اونجا نوشته هست که آیا اجازه برام میده که گالری دسترسی پیدا کنم، در مایک دسترسی پیدا کنم، در پیام‌های دری و دور همه چیز براتون دسترسی برش میگن که بله تو میدونی دسترسی داشته باشی با گالری اینستاگرام. تمام محتویات تلفن و مغز تو که داخل تلفن چی چیزایی تو ثبت کردی در او فکر داره و با اون چیزی که تو ضرورت داری با اون چیز برات تو ویدیوهای میاره و برات خیلی جالب است. وقت عزیز دوستان عزیز رفت که لهو و لهب و کارهای بی‌معنی و این چیزها رو اینستاگرام ویدیوهاش به مردم ناشر بکنه.